در 23 سال پیغمبر گرامی فریاد میکرد که اللهم امتی، یعنی گناه امت ما چطور میشه و گناه امت ما. حتی لحظه ای که صحیح بخاری میگه که مبارک جان میکن و دست مبارکی تو بالا کرد، او آدم که ضعیف شد دست میفتد، دست بیبایشه میگه دست مبارکی تو غلطید بزنش. ما دانستیم که جان میکنه پیغمبر علیه السلام، دست به زمین ترس غلطید، گفت الا للموت سکرات، مرد تلخی جان کندن داشته. پیغمبر میگه صلی الله علیه وسلم. و در اینجا این روایت باز این طرف از صحیح بخاری نیست، با دیگر روایت است، لب مبارک آهسته آهسته شور میخورد و میگفت اللهم امتی. ولا در وقت مرگت اگر غیر از خودت دیگه چیز یاد کنی تو اومد، اما او تو را یاد میکنه. خدا به ما به تو توفیق بده که امروز چیزی که او گفته او را یاد کنه. او گفته که شما خدا را یاد کنید. چیه که مناسبتی عجیب در بین خدا و پیغمبر است، متوجه شدین؟ پیغمبر علیه السلام میگه خدا را یاد کنید. چی میگه؟ ولی خدا چی میگه؟ راه پیغمبر را برین صلی الله علیه وسلم. قل ان کنتم تحبون الله الی آخری. انشاءالله شنیدین باربارا. خدا جل جلاله میگه ای مردم میخواین محبوب ما شوین و گناهتان ببخشم، در راه رسول خدا برین. کو راه رسول الله؟ امروز همه عاشق غرب نشده کتکتی ما. خداوند توفیق ما توفیقشان بدهن. اما رسول الله چی میگه علیه السلام؟ خداوند میگه فذکرونی اذکرکم. همین قرآن برای ما شما اولین بار کی روایت کرده؟ رسول الله. جبرئیل به رسول الله گفت، رسول الله به صحابه گفت بگوید صلی الله علیه وسلم. امروز به ما تو قرآن رسید و جناب رسول الله صلی الله علیه و فرمود هر کس طرف قرآن دید گویا طرف محمد مصطفی دید. او برش نازل شده. شما رو به خدای پاک میسپارم.